برو بالا. تیپ 2 تیپ 2 سوالات اسمشو میذاریم بازه ها و اعمال روی بازه ها. میذاری اعمال. آقا باهوش تیز هوش، ای کسی که اومدی تست کار کنی، حالا میدونم بازه ها رو بلدی، به خاطر همین خیلی سریع ازش رد میشم چون چیزی نداره که بخوام برات توضیح بدم. یه مرور اجمالی سریع. اگر x بین a تا b باشه اینطوریه. همه رو همین نمایش میدم. اینا a باز b باز، x بین a تا b. حالا اگه بسته باشه یعنی a هم شاملشه، تو پر میشه. این یکی بسته باشه این یکی هم تو پر میشه. اگه نه به همین سادگی از a تا b میشه چی؟ بازه. تمام. همین. حالا چطوری اعمال رو روش انجام بدیم و اینا دیگه تو تست برات توضیح میدم. بریم تستش رو کار کنیم. سوال 3. اگر آ با اندیسه این باشه مجموعه آ3 اجتماع آ6 چقدره؟ منهای آ3. برو بالا برو بالا. سراسری رشته ریاضی. خب آ3 چی میشه؟ اندیسه آ3 میشه منهای 2/3 و 3 منهای 2 1/3. منهای 2/3 1/3. خب آ6 چیه؟ آ6 هم هست منهای 2/6 که همون منهای 1/3 دیگه و 6 منهای 2 4/3. 4/3 همون 2/3. آسه هم که نمیشه. حالا آسه اجتماع آ6 این میشه اعمال روی بازا. اجتماع این دوتا. آقا برای اجتماع این دوتا بیا کوچکترین ابتدای بازه رو بین این دوتا در نظر بگیر. الان این منهای 2/3 این منهای 1/3. کوچکترینش منهای 2/3 اجتماع دیگه. کوچکترینش رو در نظر بگیر. بزرگه این یکی 1/3 2/3. بزرگش چقدره؟ 2/3. منهای آسه چقدر بوده؟ منهای 2/3 و 1/3. اگه حس میکنی ذهنی نمیتونی بکششون، ولی من چون توی کتاب درس زیاد کار کردیم اینا دیگه دارم همچه ذهنی میگم. خب منهای 2/3 و 2/3 منهای 2/3 1/3 کدوم میشه؟ من اینو دیگه برات میکشم بدون منهاش کدوم. من همیشه بهتون گفتم منها همون اولیه میشه، این جواب همین اولیه است، دومیه رو از توش باید کم کنیم. خب منهای 2/3 باز تا 2/3 منهای 2/3 تا 2/3 منهای 2/3 و 1/3. خب منهای 2/3 باید پاک کنم تا 1/3، یعنی اینجا پاک میشه میاد تا 1/3، مثلا اینجا 1/3. اما 1/3 بسته یا باز؟ مسئله اینه که تو بدونی اینی که داری انتخاب میکنی بسته‌شو باید در نظر بگیری یا بازشو. یه تکنیک یادت بدم. ببین عزیزم وقتی پاک کردی خب اینجا 1/3 داری، درسته؟ این 1/3 اینجا اومده رو این بازه یا بسته است؟ بازه. خب منهای این دیگه یعنی بسته، یعنی 1/3 بسته، یعنی جواب میشه 1/3 بسته تا 2/3. اگه 1/3 بسته تا 2/3 یعنی گزینه 4. دقت کردی تکنیکو؟ ببین اولیه میشه، دومیه روش بردار. خب منهای 2/3 که حرفی روش نداریم پاک میشه، اما رو 1/3 نقطه مرزی شک دارم. نمیدونم 1/3 بسته بگم یا باز بگم. 1/3 بسته بگم، این الان گزینه 3 بازه، گزینه 4 بسته است. بسته بگم یا باز بگم؟ خب میگه این منهای اومده روی این بازه تاثیر کرده دیگه، پس بسته است. تموم شد. اینم تکنیکش. بریم سوال بعدی. به ریاضی 92. سوال کنکور ریاضی 92. اندیس آی اینه. آنگاه مجموعه آ2 آ5. سریع آ2 آ5 رو بنویسیم. سریع. آقا آ2 چقدر میشه؟ آ2 میشه آ2 برو یه دونه عقب، برو عقب وقتا نگیر. آ2 میشه از منهای 2 9. ببین وقتی میگه آ2 اندیس 2 یعنی اینجا آی
به جای آی گذاشته 2، پس میشه از منهای 2 تا 9 منهای 2 میشه چند؟ 7 دوم. این میشه آ2. آ5 اشتراکش با آ5 رو بریم، میشه از منهای 5، 9 منهای 5 میشه 4 تقسیم بر 2 میشه 2. آ2 اشتراک آ5 چقدر میشه اشتراک این دوتا؟ اشتراک این دوتا چقدر میشه؟ خب این منهای 2، این منهای 5. وقتی خواستی اجتماع بگیری کوچیکه این ور رو میگرفتی، بزرگه این ور. وقتی داشتی اشتراک میگرفتی، بزرگه این ور رو بگیر، کوچیکه این ور. تکنیک اینا نمیخوام دیگه بشینی هی بکشی. بیا تو این سر بازه بین منهای 2 و منهای 5 کدوما بزرگتره؟ منهای 2 اشتراکش میشه. این ور بین 7 دوم و 2 کدوما کوچیکتره؟ کدوما کوچیکتره؟ چون تو قسمت مثبت دیگه. 7 دوم میشه 3 و خورده 2 کوچولوتره، پس اشتراکش این میشه. پس اینجا برات می‌نویسم این ور. کلا سعی میکنی بین بازار کوچولوها رو بگیری، اونایی که بیشترن، اونایی که توی بازه هستن. این ور بزرگه، اون ور کوچیکه. خب منهای آ1 اشتراک آ7. بریم آ1 رو بگیم. آ1 سریع منهای 1 8 تقسیم بر 2 4. اشتراکش آ7 میشه منهای 7، 9 منهای 7 هم. خب دوست مهربونم میخوام سریع اشتراک بگیری بین منهای 1 و منهای 7 کدوما الان این برتره؟ منهای 1. بین 4 و 1 کدوما این برتره؟ کدوما این برتره؟ 1. باریکلا. چی میخواد ازتون؟ منها میخواد. میگه بین این دوتا منهاش چی میشه؟ جواب چی میشه؟ خیلی دوست دارم منهای اینو تو برام جواب بدی. خیلی دوست دارم الان فیلمو پاس کنی و منهاشو تو برای من جواب بدی. یعنی خلاصه شده چی میخواد از تو؟ از تو منهای 2 تا 2 رو میخواد. منهای 1 تا 1. خب کدوم میشه جواب؟ یعنی منهای 2 تا 2 رو جواب اینه، از توش بیا منهای 1 تا 1 رو کم کن. خب میشه از منهای 2. این رو این اثر داره، بستش میشه باز. یعنی از منهای 2 تا منهای 1 باز اجتماعش درسته؟ این بر دوباره این منها رو اینم اثر داره، بستش رو میکنه باز، از 1 باز تا 2 بسته. میشه کدوم گزینه؟ گزینه 1 پاسخ ما. به همین سادگی. اوکیه؟